اینجا شمرونه و کوچه خیابون یکی از کوچه خیابونای نیاورونه. منم جلالی ریل استیت هستم تا این عجایب منطقه یک زیبایی‌هاش نشونتون بدم. دوستان واقعا این درخت یه درخت فوق‌العاده عجیبه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینجا وسط کوچه بوده، اهالی محترم بهش احترام گذاشتن. بعد یه درخت دیگه هم که بوده اومده دست به گردنش شده و یه نماد عشق اینجا در این درخت خوشگل، در این استواری میتونیم ببینیم که یه درخت دیگه هم بهش تکیه کرده و دست به گردنش شده و طوری امنیت ایجاد کرده این درخت نازنین که این درخت بهش تکیه کرده. ماشینا میان دیگه پارک میکنن اینجا، امنیت بهشون میده و اینجا یه حاله امنی و من حواسم بهش هست، شما هم خیالتون راحت باشه. و چقدر خوشگلی تو همین یه تیکه نهفته است و میشه کتاب ها از این زیبایی ها نوشت.